به نام خداوند جان آفرین. نویسنده متن خانم فاطمه زیرک. زیستن در روزگاری که ابرقدرت‌های آن به خواب عمیق غفلت فرو رفته‌اند بسیار دشوارتر از حد تصور است. سختی آن را کودکانی درک می‌کنند که شروع دوران خوش کودکی را بی هیچ امید و دلخوشی آغاز کرده‌اند. کودکی که هیچ بخش آن شبیه به کودکان زیستن نیست. نه رنگ و لعاب لباسهایشان شبیه کودکان دیگر است و نه رفتار و عملشان به کودکان میماند. همان طفلان فلسطینی را میگویم که هر لحظه منتظر خراب شدن سقف‌های بالای سرشان هستند. همان کودکانی که از همان کودکی خوب بلد شدند چگونه یتیمیان سرزمینشان را در آغوش بکشند. مگر تو چند سال داری که حالا باید به جای مادر مادری کنی و به جای پدر مسئولیت زندگی را